آپشن لباسا بگیم باشه، بقیه هم والا چی؟ در مورد این اموالی که کشف رو توضیح بده. این ضبط و مثلا لاستیک مال ماشین خودمون. ماشین خودت بوده؟ بله. خب یه سمت چپ. بیا برو جلو برو. خب این لوازم اورژانس چی؟ در مورد اورژانس توضیح بده. سام بودش کلا همش یه دونه است، ولی خب ساکت زیاده. خب برای دوستته یعنی چی برای دوستته؟ برای چی برای دوستته؟ برای که دوستام دارم دست کنم امانت. خب اینم دست دوستت امانت بود. خب بریم جلوتر. اینا چی؟ اینا برای خودم. اینا برای خودت. اینا چی؟ 207 داریم. اینا چی خب؟ اینا ابزارا مال خودم. اینا چی؟ اینا مال همون لاستیکاست. اینجا الان یه لپتاپ بود و گوشی‌ها بود که الان بچه جمع کردن. حالا نده. اونا چی بودن؟ گوشی لپتاپ برای خودت بود؟ استلام بگی اگه خب اینا برای خودت بود اونا؟ لپتاپام بعدش. خب پس بیا جلوتر. 20 صفحه و نمیدونم اینو کیسه برنج و بند ماشین خودمون. اینا ظرفای آشپزخونه‌مون. آشپزخونه‌ته. کیس برای کیه؟ کیسم برای خودمون. ابزارالات استلام بگیرین. دریل برای کیه؟ دریل هم برای خودم. این برنجا برای کیه؟ کیسه برنج خریدیم دنیا. خریدی باش. ما از پشت اومد. اینا چی؟ سیمان. مال همین وسایلمون. وسایلشه. چراغا چی؟ چراغام که نوعه اینا همه. نوعه. بله. بقیه‌اش چی؟ چراغ لیدی چی؟ اینا هم نوعه آقا. خب فرمونا چی؟ فرمونا که اصلا خرابه نکن. آینه ها چی؟ آینه هم به قول معروف دو تا یکی می‌کردیم دیگه جعبه‌اشون بعد این لوازم پی اس رو نمیدونم اسکیت و این که مال یه دسته کلا 4 تا پی اس. بله خب دیگه اینا چی؟ باربندیناش هم داریم. خب اینا چی؟ توپ چی؟ اینا چی؟ به مال اسکی رفتن. اسکی میری؟ به اسکی میری. خب یه جلوتر این برای داشمان واشور چیز دیگه. باز شده. خب یه جلوتر بیا جلوتر. دوست دارم یه چیزی من بگی قشنگ من توجیه بشم. بیا جلوتر. کریر و کیفا و ساکا چی اینا؟ ساکام کلا مال خودم. همش برای خودت. همه اینا برای خودته. خب همش برای خودته. عینک ها رو بگو برای کی دیگه؟ عینک فروشی میکردی؟ به جان خودت. بعد ضبط و باند و کیسه خواب و همه چی. ماشینه چی بود گفتی؟ 207. اینا به 207 میخوره مگه این؟ این ماشین رو خودمون توسانه.